سلام به شما عزیزانی که در جستجوی انگیزه و امید هستید. امروز می‌خواهم درباره قدرتی که درون شما نهفته است صحبت کنم. هر کدام از ما با توانایی‌ها و استعدادهای بی‌نظیری به دنیا آمده‌ایم. گاهی احساس می‌کنید که در جایی گیر کرده اید و نمی‌دانید چگونه پیش بروید. اما باید بدانید که این احساس طبیعی است و همه ما گاهی با آن مواجه می‌شویم. اما نباید تسلیم شوید. هر شکست، هر مانع و هر چالشی که در مسیرتان قرار می‌گیرد، فرصتی است برای یادگیری و رشد. هر بار که زمین می‌خورید، این شانس را دارید که بلند شوید و قوی‌تر از قبل ادامه دهید. عزیزانی که در جستجوی انگیزه، به یاد داشته باشید که موفقیت نه به معنای نداشتن شکست‌ها، بلکه به معنای ادامه دادن و پیروز شدن بر آنهاست. از خودتان بپرسید که چرا این مسیر را انتخاب کرده اید و هدفتان چیست؟ وقتی هدف و انگیزتان را به یاد می آورید، نیرو و اشتیاقی درونتان شعله‌ور می شود که شما را به پیش می برد. هیچ چیز ارزشمندی آسان به دست نمی آید. پشت هر موفقیتی، تلاش‌های بی‌وقفه و پشتکار نهفته است. به توانایی‌ها و قدرت‌های خودتان ایمان داشته باشید. شاید امروز مشکلات بزرگ به نظر برسند، اما با اراده و تلاش مداوم می توانید آنها را پشت سر بگذارید. هر روز که از خواب بیدار می شوید، فرصتی جدید برای خلق چیزهای بزرگ در زندگیتان دارید. پس از هر روزتان، نهایت استفاده را ببرید و به جلو حرکت کنید. در پایان، همیشه به یاد داشته باشید که شما ارزشمند هستید و توانایی‌های زیادی در درونتان نهفته است. با ایمان به خودتان و تلاش مداوم می توانید به هر چیزی که می خواهید دست یابید. هیچ چیز نمی تواند جلوی شما را بگیرد مگر خودتان. پس به جلو حرکت کنید و زندگی را با قدرت و انگیزه‌ای که درونتان هست بسازید.